در 300 گکتر اینجا زیر خاک ویرانه‌های شهر محفوظ است که 5500 سال پیش جایگاه پرجمعیت و مکان تشکل تمدن بوده است که حالا آن را به اسم سرزم می‌شناسند. پدری من یادگاری های تاریخی را دوست می دارد و از خردی مرا به تماشای آنها می برد. من این گونه یادگاری ها را در یونان و ترکیه دیدم. به تاجیکستان آمدم و این مکان به من پسند آمد. شهر باستانی سرزم در حدود پنجکند ناحیه‌ای در شمال تاجیکستان جایگیر است. هر روز از 30 تا 40 سیاح به تماشای این شهر می آیند و یکی از جایهای جالب شمال تاجیکستان است. من به دوستانم تماشای این شهر را توصیه می دهم چون که ارزش تاریخی دارد. با کوههایش منظره زیبایی است. حدود 17 گکتر این زمین که آنجا آثار زیاد از دوران قبل از میلاد کشف شده‌اند پوشیده است. عالمان بر اینند که هنوز 90% شهر زیر خاک است و باید کارهای حفریاتی ببرند. به قولشان به یک گنجور تاریخی سر و کار دارند. در آینده من باور دارم که باز خیلی چیزهای عجایب پیدا می شود که برای تمدن و تاریخ ما بایتر می شود. شهر سرزم سال 2008 بر روی خط میراث یونسکو شامل شد. حکومت تاجیکستان 12 سپتامبر سال 2020 را تجلیل 5500 سالگی سرزم اعلام کرده است. 5500 سالگی را ما جشن میگیریم. این خیلی یک عید بزرگ باید باشد چون که از تمام دولت‌های دنیا برای دیدن این تاریخ و تمدن می‌بیند. حالا 4 گروه باستانشناسان از روسیه، آلمان و فرانسه در این شهر باستانی مشغول کارهای حفریاتی هستند. حکومت برای تدارکات جشنی 66 میلیون سامانی اختصاص داده است. منوچهر میگوید شرایط سیاحان را باید بهتر کنند. تا درجه سطح خدمت رسانی ما تا حالا گوییم باید نیست، مطابقت نمی‌کند. هر یک سیاح برای تماشای شهر قدیمی سرزم 40 سامانی میپردازد. به قول این دانشجو اگر شرایط بهتر گردد سیاحان بیشتر می آیند، پول هم برای نگهبانی این یادگاری خزینه می شود.